خب دوستان عزیز سلام. من یه بررسی کردم ویدیوهای گذشته رو. به نظرم رسید که چند جا نیاز داره که با هم دیگه یک اصلاحاتی انجام بدیم، یه سری چیزا رو مرور بکنیم و درک یه سری مطالب رو با این توضیحاتی که میدم برای خودمون بیشتر بکنیم. خب نکته اول این که من یه مورد خیلی مهمی رو فراموش کرده بودم انجام بدم. اینم این بودش که توی فایل داکر کامپوز والیوم دیتابیس رو نذاشته بودم و الان با اینکه وقتی که کانتینر رو بردم پایین دیگه کل دیتاش پاک شد و پرسیستنت نشد و نیازه که اینو اضافه بکنیم. حالا من والیوم رو گذاشتم، یه تگی هم روی این والیوم گذاشتم، تگ دلیگیتد. این هم یه توضیح دربارش بدم. اگر تغییرات شما بیشتر در درون کانتینر داره انجام میشه، خوبه که این تگ رو بذارید. پرفورمنس بهتری بهتون میده طبق داکیومنتی که خود داکر داره. یا مثلا اینجا توی لایت اسپید هم لاگو داره از سمت کانتینر نوشته میشه و در نهایت حالا چون ما والیومش کردیم توی هاست ما هم قرار میگیره. اومدم اینجا هم همین دلیگیتد رو گذاشتم، ولی مثلا برای نمونه خب یه چیزی مثل کانفیگ انجینیکس که کانفیگ انجینیکس رو ما انجام میدیم، انجینیکس قرار نیست دستی توش ببره و اگر نیاز باشه قرار ما توش تغییر ایجاد بکنیم. اونو میایم با استفاده از این تگ کش مشخص میکنیم. پس اگر تغییرات شما سمت کانتینر بیشتر بود میتونید از این دلیگیتد استفاده کنید. اگر سمت هاست بیشتر بود، یعنی سمت خودتون، سمت اون سرور هاست، از کش میتونید استفاده بکنید. این شد تغییر اصلی ما توی داکر کامپوز. بعد نکته دیگه این که من یه ذره این فایل install.sh مون رو اصلاح کردم که بیشتر اون زمانی که میخوایم بریم توی سرور کار بکنیم به کارمون میاد. اومدم چیکار کردم؟ گفتم که یه متغیر ورودی بگیره، اون متغیر ورودی اسم دامنه باشه و خب دارم وردپرس رو دانلود میکنم، میریزم توی اون مسیری که با اون اسم دامنه‌ای که مشخص کردیم میشه همین قسمت سایت ها بود. حالا با اون اسمی که دامنه که بهش دادیم توی اون فایل HTML میاد اون فایل وردپرس رو قرار میده و کپی میکنه، بعدم پرمیشناشو اوکی میکنه و همینطور قسمت فایل انجینیکس رو من اومدم و اینجاش رو حالا اسکریپت اجرا کردم تغییر کرده، یه همچین چیزی هستش گذاشتم برای اینه کانفیگ. به جای این دامنه اومدم همچین چیزی رو قرار دادم و زمانی که این اسکریپت اجرا میشه یک دستور ست زده میشه که دستور ست میاد دنبال این تکست، این اکسپرشن، این چیزی که اینجا وجود داره میگرده و اینو جایگزینش میکنه با اون دامنه ورودی که ما به متغیرمون دادیم و اینجوری به صورت خودکار نصب انجام میشه دیگه. چون ما زمانی که می‌خواستیم نصب انجام بدیم، حالا یه سری کارا که تو جی او آی لایت اسپید و اینا میرفتیم انجام میدادیم، اونا که جدا، لازم بود که این سایت ها رو، این فایل ها رو ما داشته باشیم تا بتونیم سایتمون رو بیاریم بالا، در نهایت هم که سرویس ها بیان بالا. حالا این اسکریپت ممکن 100% درست کار نکنه، اینو حالا ما بریم سمت سرور، اگه نیاز باشه اونجا هم به حال تست میکنیم و تغییراتی اگه نیاز داشته باشه بهش میدیم. و در نهایت هم گیت ایگنور رو آپدیت کردم که گفتم این والیوم ردیس هم نمیخوام برام نگهداری، ماریا دی بی هم نمیخوام برام نگهداری. حالا من بزنم سرویس ها بیاد بالا، یک نکته ای رو بریم اینجا توی ls داش با هم دیگه ببینیم. آها، من اسم این چیزا رو باستی عوض کردم، همین گفتم بهتون. اومدم با همین اسم دامنه‌ای که میخوایم بریم روی سرور و سایت بیاریم بالا اینا رو کانفیگ کردم. یه قسمتی ما اینجا یه ویرچوال هاست داشتیم که اومدیم یک هاستی داخلش تعریف کردیم، بعد اومدیم در مورد ریرایت رورا صحبت کردیم، گفتیم که میخوایم بهش اجازه بدیم که بتونه فایل .htacess رو بسازه و تغییر بده، که گفتیم این قابلیتی که توی وب سرور آپاچی و لایت اسپید وجود داره که کمک میکنه که وب سرور
بتونه از اون جایی که میخواد فایل رو اجرا بکنم تغییرات خودش رو بگیره و به نحوی بتونیم داخل کد کانفیگ هایی که لازم داریم رو انجام بدیم. حالا کانفیگ کامل نیست، یه سری کانفیگ های محدوده مثل بحث ریدایرکشن و همین کارهایی که الان دیدیم پلاگین کش لایت اسپید میتونست انجام بده و دیدیم که فایل دات اچ تی اکسس رو ادیت میکرد، میتونه اونجا انجام بده. این از این. قسمت بعد این بودش که خب قرار بود که در نهایت این درخواستی که سمت وب سرویس ما میاد ترجمه بشه، بره با استفاده از زبان PHP اون فایل ها اجرا بشن و خروجیش دوباره به کاربر به عنوان ریسپانس برگردونده بشه. که اومدیم اینجا تنظیم کردیم، گفتیم که این اسکریپت هندلر ما قراره که تو این سایتی که ما داریم یه زبان PHP رو بره دنبال فایل PHP بگرده و اونا رو اجرا بکنه و برای همین اومدیم سافیکسش رو روی PHP تنظیم کردیم. اینم از این مورد. و اومدیم گفتیم خب حالا اون چیزی که باید این فایلای PHP ما رو بره اجرا بکنه اکسترنال اپ هستش که اکسترنال اپمون رو طبق داکیومنتی که خود لایت اسپید میگه روی لایت اسپید SAPI گذاشتیم. ببینید چیزای دیگه هم داره، خب مثلا این فست CGI اپ هم هستش، با این هم میشه شما انجام بدین، ولی خب این چیزی که خودش اومده پیاده سازی کرده بسیار سریعتر هستش. و دو تا کانفیگ اینجا داشتیم که خوبه که بررسیشون بکنیم. یکی این بحث سوکت بود که ریکامندش اینجا بود و من یکم اینو بیشتر توضیح بدم و اینم بحث اون کامندی که داشتیم. ببینید من سرچ میکنم سوکت vs TCP/IP. اینم میتونم سایت خوبی پیدا بکنم. خب ببینید شما احتمالاً درک بهتری و شناخت بهتری نسبت به مدل TCP/IP داشته باشین. TCP/IP میگه چی؟ میگه آقا شما مثلا یک سرویس، یک پروسسی دارین که این قراره که از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگه بهش دسترسی داشته باشید و قراره که با استفاده از یک مدلی یک کامیونیکیشنی اجرا بشه انجام بشه بین دو تا یا چند تا ماشین و یک دیتایی بین رد و بدل بشه. برای اینکه این کار اتفاق بیفته، برای اینکه این کارو بتونیم بین چند تا ماشین انجام بدیم و یا همینطور میتونیم در درون یک ماشین انجام بدیم، از TCP/IP استفاده میکنیم که نیازمندیش یک IP و پورت هستش. توی ریکوایرمنتش گفته که یه هاست نیم و پورت نیاز داره، یعنی همون آی پی و پورت، یعنی اون سرویس ما میاد میشینه روی پورتی گوش میکنه. خب حالا اون سرور ما یه آی پی داره، یک سرویس اونجا وجود داره که داره روی یک پورتی گوش میکنه و ما با استفاده از TCP/IP میتونیم بریم درخواست بزنیم به اون سرویسی که داخل اون سرور وجود داره و حالا کامیونیکیشن داشته باشیم و دیتا رو منتقل بکنیم و اینا، که حالا روش مختلفی هم داره دیگه، مثلا دسته‌بندی داره، راست سوکت داره، دیتا گرام سوکت داره و استریم داره که حالا میشه انجام داد. از طرف دیگه یه چیزی داریم به اسم سوکت که اینجا داره از اون سوکت استفاده میکنه. این چیه؟ من میتونستم بیام بگم که به جایی که بیام از این سوکت استفاده بکنم بیام یه آی پی و پورت مشخص بکنم، یعنی این سرویس PHP که خود لایت اسپید در درون خودش آورده بالا و ران کرده داره مثلا روی این آی پی و روی این پورت گوش میکنه. میشد از این استفاده بکنیم که میشه همون مدل TCP/IP. خب اما یک مدل دیگه ای ما داریم که همون سوکته که چه کار میکنه؟ به جای اینکه این آی پی پورت داشته باشه، شما اگر در درون یک ماشین، میبینید این توی چند تا ماشین نمیشه انجامش داد، یعنی باید همش درون یک باشه. اگه پروسس‌ها سرویس ها بخوان با هم دیگه صحبت بکنن میتونن از سوکت استفاده بکنن که این سوکت یک فایلی هستش که اون فایل حکم همین آی پی پورت رو داره. یعنی شما به جایی که درخواستتون رو به مثلا از طریق TCP/IP بفرستین به یک آی پی و پورت، میتونین که بفرستین به این فایل سوکت. این فایل سوکت این درخواست شما رو میگیره و اجرا میکنه. خوبی این کار چیه؟ سرعتش به نسبت بیشتره نسبت به حالت TCP/IP. خب ما هم چون قراره که این کارا رو در داخل همین ماشینه انجام بدیم، یعنی درخواست از یه جایی میاد میرسه به وب سرویس ما و وب سرویس ما قراره که یه سری فایل PHP رو ران بکنه، خب میتونه همینا رو بگیره مستقیما با سوکت PHP که داخل خودش داره اجرا بکنه. پس میایم این آدرسی که میخوایم به عنوان اون سرویسی که قراره این کارو انجام بده معرفی بکنیم، اینو بهش معرفی میکنیم. حالا کامندی که قراره اجرا بکنه که این سرویس باش بیان بالا کامند PHP هستش که حالا خود لایت اسپید اومده یک نسخه از PHP رو
به قول معروف کامپایل کرده و اوورده بالا که بهینه است روی سرویس خودش که اسمشو گذاشته همون LSPHP، که آدرس این رو حالا ما اینجا به عنوان کامن استفاده کردیم، یعنی درخواست ها و چیزهای فایل های PHP که قراره اجرا بشه با این کامن اجرا میشن و برای اینکه اجرا بشن پاس داده میشن به این سوکته. این کاریه که داره اینجا اتفاق میفته و سرویس ما میاد بالا و کارش انجام میده. حالا بریم دیگه. فکر کنم الان چون دیتابیس نداشتیم باید از اول یه بار دیگه این سایتمون رو بیاریم بالا. من اینو یه بار دیگه خودم اجرا کردم، نصب کردم، سایت رو آوردم بالا و داره کارش انجام میده. الان دیتاهاش دیگه فکر کنم وجود داره. بله الان داریم میبینیم دیتابیسمون هم هست. حالا اینجا برای اینکه بخوایم فایل‌های داخلش رو ببینیم با دسترسی روت داشته باشیم تا بتونیم ببینیم. و این تغییراتی بود که داشتیم. حالا برای مرحله بعدی دیگه میریم شروع میکنیم، یک سرور میگیریم، دامنه میگیریم، DNS تنظیم میکنیم و میریم این تنظیمات رو روی سرور انجام میدیم و بعدش هم میریم دنبال همون موضوعات کار امنیتی و الی آخر. فعلا خدا نگهدار.